نزدیکترینمون هم فراموشش میکنیم. بعد از مدتی غریب تنها میخوابه. بارها شده سر قبرستان رفتیم، توجه به قبر پدر و مادرمون هم نکردیم. انسانی که مرد بعد از مدتی فراموش میشه، غریب و تنها میشه. چه انسی که اونجا باش انس بگیری، تو غربت من از تنهایی در بیایید. القبر اما روضة من ریاض الجنه و اما حفرة من حفر النیران، فروح و ریحان و جنت نعیم. اگر پرونده ما و شما با نیکی جمع بشه، خداوند پنجره‌ای در قبر شما باز میکنه، روح و ریحان بهشت، اون بوی معطر و خوش بهشتی به مشامتون میرسه. تا چشم کار میکنه خداوند قبر رو از دو پهلوی شما دور میکنه و باغی از باغهای بهشت خواهد شد.